بچه الله میگوید که شما به من عبادت کنید و شرک نکنید. بعد از اگر شما به الله عبادت کنید و شرک نکنید، این وعده الله هست که شما هیچ عذاب نمیکشید. فهمیدید؟ شما عذاب نمیکشید. الله همیشه دعاهای شما رو اجابت میکند. اکنون یک چیز دیگر الله میگوید. دوام همین آیه الله میگوید و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا. والدین یعنی پدر و مادر است و به پدر و مادر خود نیکی کنید. به پدر و مادر خود چیکار کنید؟ نیکی کنید. اکنون شما به من بگویید که به پدر و مادر نیکی کردن معنیش چی است؟ الله میگوید که شما به الله عبادت کنید، بعد به پدر و مادر نیکی کنید. نیکی کردن به پدر و مادر یعنی چی؟ احترام پدر و مادر گوش دادن. احترام کردن، گپ پدر و مادر گوش کردن. باز خالی نفس کنن. چیکار کنن مثلا؟ خالی نفس. کاری نفس چی مثلا؟ مثال بگو. کاری نفس چیکار میکنی؟ چیکار کنی خرسند میشود پدر و مادر؟ لیکن مادرت نگوید، خودت بگو. یگان کس از مادرش یاردم نپرسد. بچه قطع شما درس یاردم کردم به پدر و مادر. باز چی؟ نماز خوندن. نماز خوندن یارد نمیشود. و پدر و مادر رو خود نیکی کردن نماز خوندن. ما با الله نماز میخونیم. پدر و مادر دعا برای پدر و مادر کردن به پدر و مادر میشود. بچه ها الله میگوید که شما مرا عبادت کنید و به پدر و مادرتون نیکی کنید. برای چی بعد از خودش پدر و مادر گفت الله؟ برای چی؟ دیگر کس نگفت. استادت نگفت، خودت نگفت، زنت نگفت، شوهرت نگفت، بچت نگفت، پدر و مادرت گفت. چرا به فکرتون؟ برای که اووا ترا واسپیتایت کردن. برای اون که آره یگان کس پدر و مادر ما برای ما با یگان خیلی خدمت میکنند. بچه ها فکر کنید کی کارهایی که پدر و مادر ما میکند کردگی هست. هیچ کس مثل پدر و مادر به ما نیکی نمیکند. آره پدر و مادر از ما بچگی ما رو کلام میکنند. اکنون برای همین الله چی میگوید؟ انیش کرلی ولی والدیک. به من تشکر کن، من تو رو ساختم، من به تو زمین و آسمان و آب و کوه و هر چیز را دادم و این چنین به پدر و مادرت تشکر کن. برای چی تشکر کن؟ برای اون که کاری که پدر و مادرت به تو کرده است یگان انسان نمیکند. یگان پدر و مادرت نه. اکنون بچه ها نگاه کنید. الله میگه به پدر و مادر نیکی کن. شما برای به پدر و مادر نیکی کردن یکمین کاری که میکنید این است که نباید خفه کنید. چی؟ نباید پدر و مادر رو خفه کنید. کدام کارها رو کنید پدر و مادر خفه میشود؟ کنی مثال بگویید. گناه کنیم، نماز نخونیم، نماز نخونیم، قرآن نخونیم، گوشو نگشت نکنیم مگر کپاشو نگرفتم. باز چی؟ باز کدام کار کنیم اگر پدر و مادر اوچاسا گوشت نکنم. فانکویش کنیم. عبرت مامی. کاری بد. بچه ها اگر با آواز بلند به پدر و مادرتون داد زدید، پدر و مادر به این خرسند می شود یا غمگین می شود؟ میگوید الله میگوید که حتی اوف نگو. ولا تقل لهما اوف. ای احمد، محمد، انس، یونس، یحیی، پدر و مادرت به تو اوف نگو. ما کی اوف میگویم به پدر و مادرمون؟ یعنی انسان کی اوف میگوید؟ کنیم به یادتون بیاره چی؟ ما اوف وقتی یگو اوچاش میگه بای بر خیلی بخار با اوچا پدرش میگه که نمیخوام و میگه اوف میگوید. آره اگر پدر و مادرش یگان کاری که نمیخواهد بکند بچه اوف میگوید. باز کی اوف میگوید؟ وقتی که یا وقتی که مدام کنده است. ماما سال چی میگویی؟ مونده‌ایم. آره اگر مونده باشی هم کار فرماید اوف میگویی، به من نگو. شما اوف گفتگی هستید به پدر مادر راستش گوید، لیکن دروغ گویک نه. اوف با گفتگی هستید؟ نه من گفتم میپرسم از همتون مادراتون میپرسم. اگر مادرها گفتن که اوف گفتگی است من بعد میگم که دروغ گفتید. بچه‌ها به فکر شما انسان اوف میگوید بعضی، اما بعد از اوف گفتن باید چیکار کنیم به فکرتون؟
بخشش بوده. یکم از الله بخشش پرسید. برای اینکه شما گفتی الله نکرده. بچه ها گوش کنید. اگر شما به پدر و مادر اوف گفتید، یعنی بیزار شدم، مانده شدم، اوف با گفته به پدر و مادرتون همین خیر صحبت کردید، یکم پیش الله توبه کنید. برای چی؟ چون که الله اوف نگو، گفت شما گپی الله رد کردید. دویم از پدرتون یا از مادرتون هم بخشش پرسید که من اوف گفتم مرا ببخش. اگر بخشش پرسیدید هم پدر و مادر گشته خرسند می شود، هم الله شما را. اما حرکت کنیم اوف نگویید. بچه ها حرکت کنید اوف نگویید. یک پدر و مادرتون از شما کارهای رزمین نمیپرسد. امیر خیلی امیر میکروفونت محکم کن. امیر خیلی میکروفونت مشکل دارد. بچه ها پدر و مادرتون از شما چیزهای زیاد طلب نمی کند. از شما فقط چیزهای آسان میپرسد. برای همین اوف گفتن این چی است خیلی بی‌ادبی است. بعد از کلان شدن هم وقتی کلان شدید هم پدر و مادر یگان چیز گفت اوف با من گپ زد نگویید. برای اونکه این گپی چی است؟ چیزی است که الله نگو میگه. حقارت نکن، اوف هم نگو. دیگر چیکار کن؟ پدر و مادر رو این گونه خفه نکن. یک دقیقه بچه ها، یک دقیقه نمیشود با این نمیفهمد کم نو در آمد. بچه ها اکنون یک چیزی دیگر است اینجا. الله وقتی میگوید به پدر و مادرت نیکی کن، پدر و مادرت رو خرسند کن، شما فکر کنید برای پدر و مادر رو خرسند کردن یکم چی باید کنیم ما؟ اگر یکم گناه کن گوید که قرآن بخونه. پدر و مادر مثلا اگر گپاش رو گوش کن. اگر پدر و مادر به تو گوید که رفته سیگارت خریده بیو، گپاش رو گوش میکنی؟ گوش نمیکنی؟ چرا نه؟ برای که سیگارت کشیدن گناه هست. آره برای اون که گناه هست. لیکن هر وقتی که پدر و مادر باشدن به گناه امر کند، ما چیکار میکنیم؟ میگوییم من همین گپی تو رو گوش میکنم، اما این چیز که گناه هست من گوش نمیکنم. فهمیدید؟ اگر یگان گناه به امر کند، مثلا مادر به شما میگوید که دور و تلفنی دادات دزدیده بیا، میکنید همین کارو؟ نه. هر چی گفتی میکنم، اما این کار گناه هست نمیکنم. این رو گفتید مادرتون خرسند میشود. پدرتون مثلا به گناه دعوت کرد، اما بچه ها پدرتون اگر گفت که به من آب بیار، پای مرا مساج کن، سرم رو مثلا مساج کن، یا به شما گفت که حاضر رو با خواهرت مثلا نشین، یا یگان کار به یاردم کن، گفت هیچ نگوید. برای چی میدونید؟ اگر شما امروز به پدرتون نگفتید، وقتی شما کلان شده انشالله پدر میشوید، فرزندهای شما هم به شما نمیگوین. فهمیدید؟ فرزندهای شما هم به شما نمیگوین. هر بچه‌ای که در خردی گپ پدر و مادرش رو گوش میکند، وقتی کلان میشود فرزندهای او هم گوش میکنند. اکنون نگاه کنید بچه‌ها، در قرآن درباره پدر و پسر ما حکایه حضرت ابراهیم داریم. حکایه‌ای که رو داریم حضرت ابراهیم رو داریم. مثلا الله در قرآن میگوید که وقتی ابراهیم با پدرش صحبت میکرد، پدر ابراهیم بچه ها آزر بود و آزر مشرک بود، انسانی کافر بود. اما باز وقتی ابراهیم با آزر گپ میزد، فقط به آزر میگفت پدر جان. پدر نمیگفت دادا اوتام، نمیگفت پدر جان میگفت. وقتی آزر به ابراهیم میگوید که تو هم مثل من مشرک شو، تو هم مثل من شو، تو الله نگو، تو عبادت الله نکن، تو مشرک شو، میگوید ابراهیم میگوید پدر جان این کاری که تو میگویی موی به دوزخ میبرد، من نمیخوام که تو دوزخ شوی. پدر جان تو مسلمان شو، دوزخی نشو. بعد پدرش میگوید که ابراهیم اگر تو همین خیل باشی دور شو از من تو رو پیش میکنم میرانم رو. ابراهیم میگوید مالش من میروم، اگر تو رو گفتی من میروم، اما دعا میکنم که الله تو رو بخشد، لیکن الله میگوید نه وای مشرک است، من هرگز مشرک رو نمیبخشم، برای مشرک دعا نکن. بچه‌ها نگاه کنید ابراهیم با پدر کافرشون چقدر مهربان بودن، چقدر با آداب صحبت کردن. اگر شما با پدر مسلمانتون تا چی میگویی، یا با مادرتون دیگر چی میگویی، دیگر بس کن، دیگر نمیفورد گپت، دیگر به من گپ نزن، همین گپ ها رو گفتید، به فکرتون الله شما رو دوست میدارد؟
نه الله هرگز دوست نمی‌دارد. کلان شده پدر شدید، بچه‌تون به شما همین گپ را میگه. شما میخواید مثلا عبدالرحمن تو کلان شدی، پسرت به تو گفت ای پدر گپ نزن، گپت نمیخورد، همین چیز خرسند میشوی از همین چیز؟ هیچ نه. خرسند نمیشوی، میگه چقدر بد اخلاق هستی، بی ادب هستی، من این چیز رو نمیخواستم. یعنی شما با پدر و مادرتون چیکار کردید بچه‌تون با شما میکند. برای همین با پدر و مادر چیکار باشیم؟ باید مهربان باشیم، مناسبت ما خوب باشد. اگر چه گناهگار باشد، نگاه کنید الله به شما درباره کی گپ میزند؟ درباره اوزر خودش بود. آره پدر ابراهیم آزر کافر بود، مسلمان نبود، اما ابراهیم چی میگفتند؟ پدر جان برات دعا میکنم، پدر جان هر چی خواستی من میکنم، فقط مرا به گناه دعوت نکن. بعد از که ابراهیم کلان میشوند، پسردار میشوند، اسماعیل دار میشوند، اسماعیل به ابراهیم میگه که پدر چی خواهی کن من راضیم، تو به من چی گویی من همش را میکنم. برای که ابراهیم هم چه بودن؟ با پدرشون آدمی خیلی خیلی مناسبتشون خوب بود. اکنون بچه ها نگاه کنید، اگر پدر و مادر آدمی بد باشد، اگر کافر باشد، حتی مشکلی داشته باشد، هم الله چی میگوید؟ آنها رو خفه نکن، به آنها گپی سخت نزن، اما اگر آنها تو رو به گناه دعوت کنند گناه رو نکن. چیزی دیگر بچه ها، یک کاری که ما میکنیم پدر خفه میشود یا مادر خفه میشود، آوازه ما بلند کردن، جهل و قهر بکنید به پدر و مادر. نگو نکن نمیکنم، هیچ این کارو به پدر و مادر نکنید. به دوستتون کنید، و مثلا از خواهر و برادری که از شما میده هستن یا بعضی کلان هستن، اگر قهرتون رو برآورد آوازتون رو بلند کنید، اما به پدر و مادر آواز رو هیچ بلند نکنید. فهمیدید؟ هیچ بلند نکنید. اگر ویها خطاکار باشد هم چیکار میکنیم؟ آواز رو بلند نمیکنیم. دوم چیز بچه ها، امانت پدر و مادر رو به یگان کس نگویید. ما درباره امانت داری گپ زده بودیم. اگر شما خطاکاری کردید، گپی پدر و مادر رو بردید و یک جا خبر دادید، پدر و مادر از این خرسند می شود؟ از این هیچ خرسند نمی شود، خیلی خفه می شود که برای چی خبر کشی کردی یا یگان چیزش نپرسیده گرفتید، این خفه شوی می درد. اگر پدر و مادر خفه شود، الله از شما راضی نمی شود، یعنی الله هم خفه می شود. همین در فکرتون باشد. برای چی الله خفه می شود اگر پدر و مادر خفه شود؟ چون که الله در قرآن میگوید که به پدر و مادر نیکی کن، آنها رو خفه نکن، اما شما خفه کردید. به فکر شما بچه ها، اساسا ما کدام کارها رو کنیم با پدر و مادر ما خفه می شوند؟ کدام کارها رو کنیم سخت خفه می شود، از حد خفه می شود؟ خودش زوری کنی، گپش گوش کنی، هرچه گوش نکردی و زوری کردی یا جنگجا کردی. آره باز چیکار کنیم؟ سخت خفه آواز بلند کردی. آوازت بلند کردی، داد زدیش، باز گوش نکردی. باز چیکار کردی؟ گوش نکردی. گناه کردی، باز حقارتش کنی. اکنون بچه یکی بیخبر آوازت بلند شد، بعد از این به فکرت چیکار باید کنی؟ خیلی گناه دارد، حتما عذر. شما عذر پرسیدگی هستید از پدر و مادر؟ کدام شما از پدر و مادر عذر پرسیدگی هست بچه ها؟ کی عذر پرسیدگی است؟ کنی بگوید که من عذر پرسیدگی هستم. هیچ کس پرسیدگی نیست؟ یک کس دست برداشت؟ بچه ها عذر نمیپرسید خطا کنید شما از پدر مادرتون؟ نمیگید او چه میبخشید دیگر خطا کردم؟ محمد صالح خطا کردی از پدرت عذر میپرسی پدر خطا کردم یا نه؟ بهترین محمد صالح من میپرسم. عبدالرحمن رسیه میپرسی خطا کردی از پدرت یا مادرت که من خطا کردم میبخشی میگوی یا نه؟ من نگم. میگوی. عبدالرحمن که در آلمان است میگفت است ماشاءالله. دیگر یونس یگان بار پدر میبخشید عذر گفتگی هستی یا نه؟ پرسیدگی هستی؟ بچه ها اگر شما عذر پرسیدید از پدر و مادرتان، این معنیش این است که شما خطاگیتان رو گرفتید بگردید. برای همین از خطاگی کردن ما خواه و نخواه خطا میکنیم، اما بخشش نمیپرسیم. مشکلی اما اینجا است بچه ها. بخشش پرسید، خطا کردید حتما بعد از این بگید که عذر دیگر نمیکنم، من خطا کردم. برای چی میدانید بچه ها؟
پیامبر میگویند که اگر پدرت از تو راضی باشد، پدرت از تو خرسند باشد، الله هم از تو راضی می شود. به فکر شما الله از ما راضی شود، الله به ما چی میدهد؟ اگر الله از ما راضی باشد، الله به ما چی میدهد؟ مدد از زندگی برکت. مادر جنت میبرد. باز بچه ها الله شما هیچ عذابتان نمیتید اگر الله راضی باشد. برای اون که الله راضی باشد باید پدرتون از شما راضی باشد، مادرتون راضی باشد. شما نماز خونید، قرآن خونید، در مکتب فوتبالیست باشید، خوب باشید، اما پدرتون گفت که خیلی خفه میکند مرا، خیلی شوخ است، برادرش میزند، بخیل است، به یگان کس چیز نمیدهد، مرا حقارت میکند. گفت الله میگوید که نه، برای من نمازهای تو در کار نیست، برای اینکه تو گپ مرا گوش کردی، اما من گفتم که گپ پدر و مادرت هم گوش کن، تو این رو نکردی. میگوید فهمیدید؟ برای این پدر و مادر رو کار کنید که خفه نشود، گریه نکند. کدام مادر رو گریاندگی هستند بچه؟ بعضی کار میکنیم که مادر گریه میکند، خیلی گریه میکند، بعضی وقت به شما نمیگوید اما پدرم گریه میکند. پدرم میگه برای چی بچه من این خیل است؟ برای این خیل نشدنش شما چطور باید کنید؟ کار کنید که بهترین است اگر نکرده باشید. اکنون بچه ها یک چیزی دیگر شما میدونید، مادرها یا پدر هم حتی اگر براش هدیه دید خیلی خرسند می شود. هدیه شما بیکار چی باشد، هم مثلا شما گفتید که من حتی مایده چه یگان چیز دادید به مادرتون پدرتون، خیلی از زمین خرسند می شود. عیناً برای اون که پدر و مادر همین چیز از شما انتظار است. کدامی شما هدیه دادگی هستید به پدرتون؟ به مادر زیادی ها میدین، کدامیتون به پدر هدیه دادگی هستید؟ ما دادگی. مثلا چی دادگی؟ من دادگی هستم. احمد مثلا چی دادگی هستی؟ تسبیح. بهترین ماشاءالله. دیگه بچه ها؟ داده ما کورتا دادگی. کورتا دادگی هست. خودت خریدی یا از پول پدرت خودش خریدی؟ پول بیده بعد تو کورتا میخرم نگفتی؟ بچه ها هدیه یکی که پدرتون بخبر بود. نیمش آنی من بود، نیمش آنی بیم. بهترین. محمد سال تو چی هدیه کردگی هستی؟ بگو. برای اوچتم بچه ها، برای مادرتونم هدیه کنید، برای پدرتونم، برای مادری پدرتونم، برای مادری مادرتونم. اگر شما به پدر و مادر هدیه کردید، اونها هم باید به پدر و مادرشون هدیه کنند. شما هدیه کردید، بچه‌هاتون به شما هدیه میکنن. اما یک چیز دیگر بچه، اگر چی خیلی کردید و پدر و مادر خفه کردید، در یادتون استاد یکم این که الله شما رو دوست نمیدارد، الله شما رو دوست ندارد، شما دیگر هیچ چیز هستید در دنیا. یگان روز خوب نمیبینید، روز خوب بینید هم دلتون سیاه، یگان جاتون درد میکند، زیق میگردید، یا یگان روزایی میشود که دایم خفه هستید. دوم این که بچه پدر و مادر شما خفه کردید، کلان شده پدر شدید، بچه‌تون شما رو خفه میکنن. شما اینه نمیخواهید؟ آره نمیخواهید که بچه‌تون بعد از اینکه کلان شدید شما هم عذاب میکشید. سیومش این است که بچه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که دعای پدر و مادر اجابت است. پدر و مادرتون چی دعا نکند درباره شما اجابت است. برای این به مادرتون مثلا امیر جان میخواهد که کلان شود، مثلا چی شود؟ فوتبالیست شود. امیر جان باید به پدر و مادرش بگوید که مرا دعا کنید که من فوتبالیست شوم. مثلا صالح میخواهد که حافظ قرآن شود، بگوید مادر دعا کن من زود حافظ قرآن شوم. یا به پدرش بگوید. پدر و مادر دعاش اجابت است بچه. فهمیدید؟ از پدر و مادر دعا کنید. الله باز چی میگوید؟ و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وقتی دعا میکنی در حق پدر و مادرت دعا کن. بگو که پروردگار پدر و مادرم مرا کلان کردن، تو پدر و مادر من رحمتت بگیر، تو پدر و مادر من به کمک کن، تو خودت پدر و مادر من به یاردم کن. در حق پدر و مادرتون دعا میکنید بچه ها؟ کی دعا میکند؟ ببینید الله میگوید که پدر و مادرتون دعا کنید. شما دعا میکنید در حقشان؟ خوب است، حتما در حقشان دعا کنید. برای چی دعا میکنیم؟ چون که الله میفرماید. آره چون که الله میفرماید. چیزی دیگر این است که بچه ها پدر و مادر بعضا خیلی قهرش میبرد. یگان کار میکنید خیلی قهرش میبرد. بعضا شما بیگناه هستید اما پدر و مادر شما رو مثلا یا میزند یا جنگتون میکند، سخت جنگ میکند.
در این وقت شما هم باید جنگ کنید. اگر پدر و مادر سخت شما رو جنگ کرد، شما هم باید جنگ کنید. نه چیکار میکنید؟ نه بخشش میپرسم. نه نگاه کن. بخشش میپرسیم. گفته کی بود؟ محمد بود. محمودم. نامت چی بود؟ نامت چی بود؟ محمد صالح. ها محمد صالح گوش کن. تو هیچ گناه نکردی. مثلا من سوال میتیم به تو در خانه مثلا هیچ گناه نکردی، مادرت بالای تو داد زد، مثالین داد زد، اما تو گناهت نبود، چی کار باید کنی؟ بخشش پوسیده با نکنم میگه. تو گناه نکردی اصلا. تو اصلا گناه نکردی اما مادرت به تو داد زد. چی کار میکنی در این وقت؟ تو هم باید داد زنی، حقارت کنی، چی کار کنی؟ من بگم که من نکردگی نه. من نکردم. یعنی نباید شما هم داد و فیقان کنید بچه ها. فقط بگید که من نکردم، گناهی من نبود، من نکردم همین. اما بعضی ها من نکردم گفته مثل مادرشون داد میزنند. همین خیلی نه.